بیننده های عزیز یوتیوب چینل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشبختانه ایساقزی باز هم در خدمت شماست. این بار دیگه خیلی متفاوت پروفشنال در خدمت شما هستیم. پیش همه شما شاید سوال خلق شده باشد که ایساقزی چرا در چینل سلامت خوب هستین و خیر صحتمند ویژن نیست. اگر میخواین که قانونی پیش بروین و برتان مشکل ایجاد نشود جواز بگیریم. چینل قبلی ما جواز نداشت، خوشبختانه حالا جواز این چینل با مجوازش خریدیم. جوازش هم الحمدلله در جیبم است. امیال دیگه از دو کامرا استفاده میکنیم، نمیتونیم که جواز بکشیم. انشالله دیگه بعد از این هر شب ساعت 9 شب به وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. از دروازه بلخ گذشتیم، آمدیم به چوک کمال نبیزاده، بانک ملی افغان. دیگه میریم چهار اطراف شهر زیبای مزار شریفه با این لکسس چکر میزنیم، اما لکسس نیست، خب ما برش لکسس خطاب میکنیم. دیگه ببینیم که چی تغییرات در شهر زیبای مزار شریف آمده. اما مطمئن باشین خیلی زیاد تغییرات آمده. تعمیرهای 50 سال پیش و 60 سال پیش کاملا از بین در حال از بین بردن است، یعنی چپه میکنن، تخریب میکنن، دوباره بازسازی میکنند. یک نوید خوب است. از یک طرف ترقی و پیشرفت شهر زیبای مزار شریف است و از سوی دیگر جاهای سابقه که ممکن است چندین سال پیش شما با او خاطره می داشتین دیگه در حال از بین رفتن هستند. اصلی یک کامرا او است، ولی ما با این کامرای یک دقیقه ببخشید، با این کامرای گوپرو میخوایم که تصویرهای متفاوت برای شما بگیریم. در حال نزدیک شدن به برج غضنفر هستیم. از اینجا که امیل از ما از این کامرا برای شما شکار میکنم، چون او کامرا مرا شکار میکند. بازسازی را میبینیم که نام خدا میبینین این را حدودا یک ماه میشه که شروع کرده در پهلوی غضنفر، برج غضنفر، و به زودی به اکمال خواهد رسید. در پهلوی از او پشت سر اینمی برج غضنفر، قسمی که شما در تصویر میبینید، یک آپارتمان دیگه ساخته میشه، مارکت قبلی آریانا و زیاخانبای. اونا هم در حال ساخت دوباره هستن و جای را میخوایم ما به تصویر بکشم که حدودا 2-3 روز میشه که او را تخریب کرده. موتر ما اینمی رقم موتر است، این موتر کمیل از رفت. ما در بادی موتر قرار قسم میکنیم شهر زیبای مزار شریف به تصویر میکشیم و دیگه کامرامین هم گفتیم چی موتروانه که کدام طرف مسیر است. امیدوار هستم اون مسیر را تعقیب بکنن که ما بتوانیم با اعضای ما که دور از مزار شریف هستن و همیشه با ما بودن برای شما تصاویر بگیریم. اینجا یک جایی است که پشت سر نمی لوگوها در حال تخریب هستن و قرار است که دوباره بخیر ساخته شود. این جای است قسمی که میبینید که آهن چادر را کش کرده تا معلوم نشود. اینجا میبینید لودو را میبینید در تصویر که امیل ازا در حال کار کردن نیستن. بالاخره ما به دروازه شادیان میرسیم. هر کس میگه ما را بگیر، همه تانا میگیریم، تشویش نکنید. این دومین گزارش است. این دومین گزارش انشالله دیگه توکل به خدا ببینیم که کی میاد. مسیر ما طرف شادیان است. او طرف میریم طرف چوک ذبیح الله شهید و اینی تعمیر هم سابقه است و حدودا این دیگه نمیفهم که چند ساله باشد. برو بخیر، او طرف برو، او طرف دستراست برو. موتوران توقف کرد میگه کدام طرف بریم. من گفتم اون طرف برو بخیر. خوب هستین بخیر؟ در تابستان دیگه در گرمی اینمی موتره باب
واقعا تصویر گرفتن است. شاید دو طرف شعاع آفتاب برای کامرامای عزیز ما مزاحمت کرده باشه، اما این طرف که دور خوردیم دیگه چیزی به نام مزاحمت نیست و این دیگه دروازه شادیان دیگه همیشه چراغان است، به خاطر که جوس کیله، جوس مالته، همه چیز در اینجا پیدا میشه و موترهایی که در اینجا شما میبینید اینا به طرف پروژه خالد قسمت اول، قسمت دو، قسمت سه هموطنان عزیز ما را 20 افغانی از پیششان میگیرند و انتقال میدهند. ما باید هم متوجه این کامرا هم باشم و هم متوجه کامرای عمومی یا کامرای اصلی هم باشم. امیدوار هستم که تصویر تاریک نیاید و این طرف هم بازسازی است. ما خوب است که امی زاویه را تغییر بتون همکارم. این طرف به تصویر میکشیم چون ما وطنکی ششتیم و وطن به تصویر میکشیم. این دیگه باش که یک جایی که پیش از دوستای از اونجا معلوم نمیشه او را کاملا تخریب کرده، دوباره بازسازی میکند. والای کامرا هم خیلی خوب تصویر میگیره، بسیار تصویر عالی میگیره دوستای عزیز. یگان تا خوب است خوش میشه در کامرا بیا، یگان تا پیشانیش همون تو قار اینی نو ساخته میشه، اینی دوکانا نو ساخته میشه. ما باید استادم شوم، همکار میتونید تصویر ما را بگیرید که ما این نمارم به تصویر بکشیم. اینم تو به دیگه این موتر ماست و خیر است، از موتر میگذاریم. تمام این ما را دروازه شادیان میریم طرف چوک ذبیح الله شهید و چوک ذبیح الله شهید هم بخیر دوباره جور میشه، دوباره ساخته میشه. ما اینمی تو تصویر میگیریم که کامرامین امزیت به تصویر نیاید که باز نظر نشه. ناگفته نماند که بشیر جان در مزار مایکم همراه ما بود، همراه خیلی یک بچه زحمت کش است و در لاروین مایکم خوشبختانه ما را همراهی میکند. ازش تشکری میکنم و امیدوار هستم که بتانیم بهترین تصاویر برای شما بگیریم. ما باید این طرف هم دور بخورم و این نوارم به تصویر میکشم، اما تو پیش میریم. ایستاد شو بچه، با اشاره ترافیکی ایستاد شو که باز برای ما مشکل جور میکنی. این دیگه لیسه عالی خانه نور است. به اینجا رسیدیم. برو بخیر، برو اشاره ترافیکی ثبت شد و نام خدا چقدر بیروبار است این ساحه دوستای عزیز، خیلی زیاد بیروبار است. ما فکر میکنم بیشتر متوجه این کامرا هستم، باید متوجه هر دو کامرا باشم. نام خدا چی یک بیروبار، چی یک ازدحامی. به از طرف شو دیگه این نما دیگه بهترین نما است واقعا. ما همیشه در هر گزارش گرفتیم اگر شما میخواین که بهترین میوه را نوش جان بکنین، قیمت است ولی با کیفیت هم است. اینمی ساحه است، چوک الکوزی، چوک قرآن شریف، اینمی جاها دیگه واقعا خیلی خوب میوه دارن، میوه تازه. به میبینی آلو است، رومی است، بامی است. اینی کاکا میگه بگی مرا اینه. برو بخیر، پیش برو اما تو مایده دوستای عزیز. انشالله بخیر پیش میریم دیگه. توکل ما به خدا، ببینیم تا کجا پیش میریم. همه طرف ما سعی میکنن میگن از دو کامرا استفاده میکنیم. بله خوشبختانه ما از و علیکم سلام از دو کامرا استفاده میکنیم و فصل دیگه واقعا فصل خربوزه و فصل تربوز است دیگه. تربوزای کاکا بخی سعی کنیم. این قندک است چی میگه، از شیرینی زیاد ترقیده، خیلی زیاد. ما قریب است که به چوک ذبیح الله شهید برسیم. بادرنگ شیرآباد کیلوی 10 روپیه. به
علیکم سلام و علیکم سلام. نه خودم میگیرم. و چاوک ذبیح الله شهید رسیدیم که نه چاوک هم دیگه کارش ببینید کاملا تخریب کرده و جالی رنگ گرفته تا که کارش بخیر شروع بکنه. وسطش یعنی دایرش کنده، چقوری کنده. اینی طرف اینی نانوایی را سعی کنیم. نانوایی کتا این تصویرهای متفاوت انشالله میگیریم. ما دیگه کامرا را هیچ قطع نمی کنیم. اینه میریم بخیر. کم مانده به سوژه اصلی ما میرسیم. بعد از یک برنامه دیگر هم بخیر ثبت میکنم. فکر میکنم که شاید همکارم یک پیش ما خود 12 دقیقه شده، پیش خودم شاید هم شده باشه. خوب مشکل نیست بخیر. حداقل 15 دقیقه باید یک برنامه بگیریم. اگر نه ما خود دوست دارم که حجم برنامه بسیار زیاد باشه. ولی ما شهرگشتی میگیم دیگه. ایران در برنامه های بعدی، در گزارشات بعدی حتما بخیر باز وسط میتونم شاید 40 دقیقه یا 50 دقیقه شما بخیر. این طرف یک ذره تصویر تاریک هم است. به هر صورت ما باید کامرا را یه رقم بگیرم که بشیر جان زیاد در کامرا نیاید. این کامرا و بشیر جان میتونه این طرف بگیره و ما میتونم که این طرف به تصویر بکشم. از حوصله‌مندی شما یک تشکری ویژه میکنم. حالا برایتان نمیگم که خلاص با ما بیاین، با خاطر که چند چینل است که من تغییر میتونم و در چند چینل مشکلات به وجود میاد. گاهی اوقات از طرف ما است، گاهی اوقات از طرف دیگر است. خب هر صورت میشه دیگه در زندگی افغانستان. اگر همتون با اینجا یک سرک است تازه ساخته چی شده کریزی شده دوستای عزیز. اینجا ببینیم پس میگه دیده میشه. حتما سر از یک گزارش بخیر میگیریم و آپارتمان ها را خود اگر مزار شریف خدا شما میبینیم که در حال ساخت و ساز هستند. در حال عبور از بهار کانتیننتال هم هستیم. یکی از بهترین هتل‌های عروسی خوشبختانه ما گزارش رو نداشتیم. کجا میریم بخیر؟ ما مسیرم نزدیک است به چوک نور. به چوک نور نزدیک است بخیر. آنجا میریم و از آنجا دوباره انشالله با دومین برنامه در خدمت شما. کلمه دیگه خیر خیرات خیلی مشهور شده در مزار شریف، خیلی زیاد. کاکا یک ذره او طرفتر برو که خواه ما توال خدا نخواسته اوگار نشین از این خاطر. خواه صحیح سه خواه تا کجا را میرین بخیر؟ ما خدا چوک نور میریم. خواه این طرف بلندی است نی از این خاطر یک ذره سری باسکل والا زور میه. این همی جستیم این اینجا هستیم ما. خواه پسته میرین. خوب است ما تا می چوک نور مقصد میریم کاکا. تا اونجا را شما را همکاری میکنیم. او طرف برتان وعده نمیتیم. این تو مسیر را بگیر کاکا را تا می چوک نور برسان باز ما شما دور میخوریم. چه کار میکنی کاکا؟ چوکیداری؟ در کجا؟ خواه حالی خانه میری؟ نانه کجا میبری؟ نانه؟ خانه؟ خواه برای شما چه قماش میته؟ ماشه پیش نگرد یک 3000 یا 4000 روپیه میشه، زیاد نمیشه. 3000 حداقل باید یک 5000 برای شما بده. از نگاه ماش بسیار دیگه خرابه. کم است؟ کم است. بارو خداوند بخیر زیاد کنه. موضوع ماشه که گفتم کاکا یک ذره قار شد
دیگه ما از چوک نور دور میخوریم. خواه برو پیش برو کاکا. تیل میخوره؟ دور بخور دور بخور پس پایین بیا. از چوک نور دور بخور، از چوک امارت. خواه حال نامشم تغییر کرد از این خاطر بغیر بودیم. از چوک نورم یک دور میزنیم، بعد با شما حتما خداحافظی میکنیم. و ببخشید که من زیاد متوجه این کامرا هستم، اگر باید من متوجه این کامرا باشم. بشیر جان مرا گاهی اوقات متوجه بسازم که ما باید این طرف بگیرم. خب ما باید این طرف بیایم، این زاویه را چنج میکنیم. این تو بچه ها خواه هستن، خبر نیست که ما اینجا کامرای مخفی گرفتیم. این هم چوک امارت و این سرکی که طرف پارکای صنعتی میرد، چون ما دو پارک صنعتی دارم. نام خدا عجب جور شده و دیگه ما چندین بار گزارش برای شما گرفته بودیم. این دوستای عزیز بخیر، حداقل یک 18 دقیقه میشه این برنامه. باز بخیر برنامه مکمل تا 30 دقیقه 40 دقیقه را حتما برای شما ثبت میکنیم. ما فعلا تا یک جای میریم، باز اونجا همراه شما خداحافظی میکنیم. بخیر. یعنی سرکای دیگه بین چوک ذبیح الله شهید و این حاج صاحب این هم تو حاج صاحب میگه ما رو هم میگه در تصویر ما کنیم. این گرفتیم دیگه چی میگیم، پیش میریم که به به باش که او رستوران کجا بود. پیش او رستوران باید بریم استاد شویم و آفرین. این مسلمان ریگ بار کرده، مؤسس چی است ریگ است، بالاش چی هم کش کرده. در کجا بود باشو رستوران؟ ما باید پیدا بکنم که بازمون توقف بکنیم. کجا بود؟ این همه یک جای باز گوشک و خواه موتره یک جای گوشک و این همه جا گوشک و موتروان گوشک و آفرین گوشک و یک دنیا ممنون. تشکر از همه ایتان. ستاسو هر یوان ډیره مننه کوم. کور مو ودان چې تر پایه زموږ سره مل وي. هڅه کوو چې د افغانستان په رسمي ژبو، د افغانستان په درېیمې ژبې هم گزارشونه واخلو، د هیوادوالو سره خبرې اترې وکړو، خاطرې ترېنه راواخلو، ثبت یې کړو. با شما در همینجا دیگه خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی که ایساقلای در خدمت شما قرار میگیره. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.